بعد از تعریف اشخاص، کالاها، موجودی کالاها، نیاز هست بانکایی رو که باشون کار میکنید و حالا بعضا برای هر کدوم دسته چک هم دارید، اول حساب بانکیش تعریف بشه، بعد دسته چکش تعریف بشه. کلیه عملیات مالی، دریافت‌ها، پرداخت‌ها و حساب‌های بانکی، کارتخوان، تنظیم کارتخوان از قسمت مالی خزانه، عملیات بانکی، معرفی حساب جاری. توی این قسمت حساب بانکیمون رو تعریف میکنیم که حالا پیش‌فرض ما یه دونه تعریف کردیم، اینجا میتونید ببینید و برای ثبت بانک جدید دکمه جدید رو میزنید، کد شعبه، اسم بانک، اسم شعبه، کد حسابداری رو سیستم اتوماتیک میزنه، شماره حساب و نام صاحب حساب رو که بزنید، دکمه ثبت رو بزنید، بانک شما ایجاد میشه. یه نکته هست، اگر شما از مشتریانتون چک دریافتی دارید و به حساب بانکیتون میذارید، اینجا میتونیم حساب اسناد در جریان وصول به صورت خودکار تیک بذاریم. وقتی ثبت میکنیم بانک رو ایجاد میکنه. حالا اگر که شما اینجا اسم بانکتون رو دادید و اینجا کلیک کردید، این پیغام میاد و اجازه نمیده شما کار ثبتتون رو انجام بدید. به خاطر اینه که اینجا ما گفتیم ایجاد حساب در جریان وصول به صورت خودکار. وقتی این تیک داره، شما اینجا کلیک کنید، این پیغام میده که نمیتونی کد بدی، اینجا کد اسناد در جریان وصول دستی وارد کنید، چون که اینجا گفتی خودکار باشه. شما نیاز نیست اینجا کلیک کنید، اینجا دیگه فقط برگردید تو این قسمت و ثبت رو بزنید، حسابتون ایجاد میشه. و اینجا دو تا گزینه داریم، حواله‌های دریافتی و پرداختی. ممکنه شما با تعداد زیادی بانک کار بکنید و یه تعداد حساباتون رو بذارید برای دریافتی ها روی فاکتورهاتون و دریافت تسویه از مشتریانتون. یه سری بانکاتون هستن که روش دسته چک دارین، حساب جاری هست و پرداختاتون رو از اون حساب انجام میدید و زمانی که میخواین فاکتور رو یا هر نوع دریافت و پرداختی ثبت کنید، نمیخواید همه بانکاتون نمایش داده بشه. یه سری بانک‌ها رو میتونید تفکیک کنید، بگید حواله دریافتی مثلا از این بانک هست و پرداختی از این بانک هست. و یه دکمه یه تیک پیش‌فرض هم اینجا دارید که میتونید اون حساب بانکیتون رو برای دریافتاتون پیش‌فرض کنید و حالا از بین ما بقیه حساباتون وقتی که فاکتور میخواین ثبت کنید یا دریافت بزنید، اون بانک رو پیش‌فرض توی قسمت کادر بانک براتون نگه میداره، نیاز نیست دیگه بانک رو انتخاب بکنید. این پایین باز گزینه‌هایی داریم که یکیش هست پیش‌فرض حواله برای کاربر. شما میتونید هر تعداد کاربر داشته باشید و هر تعداد بانک هم داشته باشید و میتونید هر بانکی رو خواستید برای هر کاربری به صورت پیش‌فرض قرار بدید و اون کاربر دسترسیش به اون بانک و حساب به صورت پیش‌فرض قرار داده بشه. و اگر بخواید بعضی از حساب ها و بانک هاتون رو برای کاربراتون محدود کنید و دسترسی بهشون نداشته باشن، از قسمت عملیات حسابداری، تعریف سرفصل حساب ها و محدودیت دسترسی کاربران به سرفصل حساب ها این کار رو انجام بدید. اینجا کاربری رو که میخواین محدود بشه رو انتخاب میکنید و حسابی رو که میخواین از دسترسی اون خارج بکنید و نبینه، نه صورت حساب و نه دریافت و پرداختی برای ثبت کنه. و همچنین بقیه حساب ها شما میتونید هر حسابی رو که خواستید از دید این کاربر محدود بکنید. اون حساب رو انتخاب میکنید، تیک میذارید و محدودیت دسترسی کاربر رو براش انتخاب میکنید و اون کاربر دیگه دسترسی به اون حساب رو نداره. حسابی که اینجا انتخاب میکنید میتونید گردش حسابش رو باز کنید، مستقیما وارد گردش حسابش بشید که این حساب هنوز سندی نداره. و اگر که قبلا برای حساب هاتون حساب اسناد در جریان وصول ایجاد نشده، اینجا میتونید با کلیک روی این دکمه برای اون حسابتون حساب اسناد در جریان وصول ایجاد بکنید و یا به صورت کلی برای همه به صورت اتوماتیک براشون حساب اسناد در جریان وصول ایجاد بکنید. تو این فرم توضیح دیگه ای نداره و خیلی هم آسون و راحته.